حتما شنیدید که بابک زنجانی رو دارن با ایلان ماسک مقایسه میکنن. بابک زنجانی میگه 50 میلیارد دلار آماده کرده که وقتی دلار 150 تومان شد پشت دست کشور بگذاره. 50 میلیارد دلار معادل 700 میلیون بشکه نفته. الان کل صادرات کشور روزی به 2 میلیون بشکه نفت هم نمیرسه. این عدد که داره میگه انقدر عجیبه که یا داره لاف میزنه یا اگه جدی میگه واقعا باید فهمید این حجم منابع ارزی چطوری در اختیار این فرد قرار گرفته. 45000 خودروی تویوتا و چانگان برقی به تازگی وارد ایران کرده که این خودرو قرار تاکسی اینترنتی باشه و تمام رانندگان با لباس یونیفرم و خدمات میپردازن و تمام طول سفر با دوربین رصد میشن و میگه بعدن قرار توسط همین تاکسی ها یه شبکه اینترنتی هم ایجاد کنه. در سال 95 به اعدام محکوم شد و در سال 1403 با پرداخت 2 میلیارد و 350 میلیون یورو به وزارت نفت محکومیتش به 20 سال حبس تغییر کرد. جدیداً هم به دنبال محبوبیت بین مردمه و درخواست کرده باشگاه پرسپولیس رو به هر قیمتی شده به او بفروشن تا بهترین بازیکن‌های اروپا رو به ایران بیاره. یه نکته خیلی عجیب همینه که پستای اینستاش 800 لایک میخوره. وقتی صفحه بابک زنجانی رو دیدم از تعداد اینفلوئنسرها و بلاگرهایی که ایشون رو فالو داشتن شگفت زده شدم. تو آخرین ویدیوش هم اعلام کرده که قصد دارم فساد تیم بانک مرکزی رو افشا کنم. همه شبکه‌های معاند با پول بیت المال علیه من بسیج شدن تا این صدا رو خاموش